سلام بچه، خوش اومدین به اولین ویدیوی این چنل من. خب داخل این ویدیو چیکار میخوایم کنیم؟ این دستگاه رو من ساختم قبل ویدیو، کاش با شما میساختم، ولی خب یادم نبود که میخوام ویدیو بگیرم و ساختم همینجوری. با این تشکیل شده از یک رله با یک دونه ماژول RX 36 با یک دونه کلید و باتری لیتیومی و با آنتنش خوب بدون باکس دیگه که کلم داره. ای بابا چسب میره توش. آره چسب بود، نمیدونیم کله تنش بود. من در آوردم که توضیح بدم چون یادم افتاد. خب این چجوری کار میکنه؟ من الان دکمه این برای چه مواقعیه؟ مثلا میخواین خونه‌تون رو هوشمند کنیم، مثلا لامپ خونه رو هوشمند کنیم با یک دکمه ریموت روشن نیست، با یک دکمه ریموت خاموش روشن کنین، یا آیفون خونه‌تون رو با یک دکمه ریموت خاموش روشن کنین. این برای همچین مواقعیه. الان این ریموت به آنتن دستور میده، بعد آنتن میفرسته به رله خودش یک کلید متحرک، یک کلید دیجیتال دیگه. وقتی دست فرمان بهش میدن خودش خاموش میشه یا یه جریان برقی میده که اون لامپ خاموش و روشن یا آیفون درش باز یا بسته میشه. که با این پایه علامت زدم، با این پایه و این پایه کار میکنه. مثلا اگه بخوام فاز و نول رو بس کنیم باید به این و این بس کنیم. مثلا بخوام پایه های چی میگم بهش، پایه های دور در باز کنیم بس کنیم، دو تا دیگه به این و این باید بس کنیم. خب این چجوری کار میکنه؟ مثلا من این دکمه رو بزنم این در باز بس میشه. مثلا میتونم دکمه‌شم تغییر بدم. مثلا اگه بزنم روی دومی از آخر، بزنم با سی خاموش میشه. ببینین این الان بزنم معلوم باشه مثلا. آره با سی خاموش میشه. حالا اگه بخوام کنارش دقیقاً بزنم کنارش، به نظر من بیخیال چون کنار. خب اوکی با A خاموش میشه. من همین A میخواستم مثلا اول با A خاموش میشه. الان مثلا اگه بخوایم واقعا اینو بخریم، واقعا هم چیزی هست، مثلا اختراع حساب نمیشه، واقعا هم چیزی هست. مثلا اگه بخوایم واقعا از سایت خارجی که نه، از سایت مثلا دیجیکالا اینا بخرین، قیمتش حداقل 3-4 میلیون فکر کنم باشه. عکسشو باز داخل صفحه میذارم براتون. ما اینو با چقدر درست کردیم؟ این فکر کنم ماژول 300 تومن، اینم 200 تومن. اگه جنس خوب بخوایم بگیرین 300 تومن. من هر جنسی که داشت جنس خوب بود، 300 تومن پول اینو دادم. یه بارم اشتباه مرده داد بهم، یه بار رفتم اونجا عوض کردم. از دیجیکالا سفارش یا از سایت اسم سایت رو میذارم اینجا براتون. از این سایت، از همین سایتایی که براتون میذارم سفارش بدین، خیلی ارزون تر در میاد. اطلاعات کامل هم داره. مثلا اگه بخواید سوال بپرسین داخل داخل کانال چنل تلگرام و با چنل بلمون رو میذارم داخل پیویش. اگه بخواید چی بفرستین برامون، سوال دارین میخواین سوال ازمون بپرسین، قشنگ اطلاعات کامل به ما بدین، بدون راهنمایی میکنیم. بعدش هم فرستنده این و ماژول RX 36 باید با هم دیگه برابر باشن. فکر کنم 480 488 443 همین چیزی. این تو ما برابره. خب چی میخواستم بگم؟ همین دیگه. ما الان بریم تستش کنیم و بیایم. خب بچه‌ها من اومدم برای اینکه اینا رو بهتون نشون بدم کل آیفون رو در آوردم، ولی شما لازم نیست آیفون رو در بیارین. ولی اگه در بیارن اشکال نداره، چون که این همه آیفون یه دونه از اینا دارن. چون که شاید آیفون بهتر از اینا بهتری داشته باشن. مثلا برای خونه پایین اصلیمون، طبقه اصلیمون، یه قاب از اینجا تا اینجا یه قاب گنده است که راحت اینه توش هیچ. بعد شما پین های چی رو پیدا کنین؟ در باز کن. پین های در باز کن کلن 2 تا. چجوری باید پیدا کنین؟ با مولتیمتر رو میگیرین، اینو در میارین، این پینه رو در میارین، مولتیمتر رو میکنین تو اینا. یا میتونین یه دونه منشه از اینا بگیرین یا از اینا، از همشون یه دونه سیم بکشین بیرون تست کنین. هیچ لازم هم نیست. مولتیمتر میکنین تو این سوراخ‌ها، بعد در رو هی باز میکنین با آیفون. در رو باز میکنین. اگه در باز شد و مولتیمتر عددش بالا رفت، ولتاژش بالا رفت، یعنی اون پین اصلی. اگه ولتاژش بالا نرفت یعنی اون پین اصلی نیست. و 2 تا پینم فقط پین اصلیه. توضیحات کاملم گفتم داخل پیوی میتونین بفرستین، من کمک کنم قشنگ بهتون. خب الان بریم آیفون رو بهتون خب بچه‌ها الان اومده آیفون رو براتون آوردم رو میز. اینجا ببخشید امکانات نیست، نور پردازی قشنگ نیست، چون طبقه بالاییم. خب اون پینایی که در آوردم رو باید وصل کنین به اینجاها پینا وصل میشن بهشون
که ما اون دوتا پین دربازکونی که بهتون نشون دادیم و به پایه های کام و آن فکر کنم وصل میکنیم. این دوتا پایه سمت چپی یعنی سمت یه نوشته داره. بازم گفتم میتونید داخل پیام بدین قشنگ بهتون توضیح بده. این دوتا پایه که سیمش در اومده فرق هم نداره، ترتیبش هیچ فرقی نداره. اگه بخواین قشنگ پین دربازکن رو پیدا کنین میتونید از روی نقشه خود آیفون هم پیدا کنین ها. اگه نقشه آیفون ما زیاد معلوم نیست همه چیش. حالا من وصل میکنم براتون قشنگ نشون میدم. آره دیگه همین. خب بچه‌ها با کمال تاسف دارم بهتون میگم که این پروژه شکست هم نمیشه گفتا. شکست فقط با آیفون خونه نمیشه و با برق 220 ولت 100% میشه. به این پیام بدین قطعا راهنماییتون میکنم. قشنگ بهتون میگم کدوم پایه به فاز کدوم پایه به نول وصل میشه. قشنگ همین چیو بهتون میگم. و اینکه من الان نمیتونم با برق کنم وگرنه 100% براتون میگم. الان چون که همه برقای خونمون بیکار میاد و نمیتونم کنم و من این جوری طراحی کردم که برای آیفون باشه. یعنی پایه‌هاش یه جوری گذاشتم یعنی یک زاویه گذاشتم برای آیفون باشه. برای برق خونه خیلی زشت میشه، جعبش سیاهه. چون که من اون یکی می‌خواستم بزنم طبقه بالا که اصلا هیچکی نمیره، یعنی اصلا به دری نمیخوره، طبقه آزمایشه فقط. آره من یک نسخه دیگه هم دارم از همین. اینو من بردم برای خوارزمی. الان درست هست، کار نمیکنه، برنامه‌اش برنامه‌شو گم کردم. میدونین برنامه‌شو همه جا ذخیره کرده بودم ولی نمیدونم چی شد. بردم برای خوارزمی برای اینکه تحویل بدم و رتبه و اینا بیاره. مدرسه زیبای ما نمیدونم چیکار که خراب کرد، داغون کرد، چیکار کرد معلوم نیست، اصلا داغون شد رفت. بعد مدرسه بردم اینا همه چیز درسته. قشنگ ببینین چیز دیدم براش اینجا ببینین. اینا چشمک میزنه، باید هر 5 ثانیه در میون چشمک بزنه. الان سیم کارت هم نداره اینا. اینجا سیم کارت اینجوری بگم اینا اینجا سیم کارت باید بره توش. اینا آردینوشه. چرا بس نیست. اینا آردینوش قشنگ همه چیش روشن میشه، همه سیما اوکیه. من اینو با بدبختی تمام قشنگ کل تابستون و پارسال رو بر سر این وقت گذاشتم. این بار خراب کردم، درست کردم. باز داخل ویدیوهای بعدی هم اینو پیگیری میکنیم، درست میکنیم، هم اینو انشالله درست میکنیم، هم یا همه چیزای جدید درست میکنیم. ممنون میشم ازم حمایت کنین، لایک کنین، کامنت کنین، سابسکرایب حتما کنین. و اگر کسی راجع به اینجور چیزا چیزی میدونه، آیفون چیزی میدونه، به من و دیگران بگن که یاد بگیرم که بعدا بیام درستش کنم حتما. و اگر نظری ایده‌ای در راجع به چیزی ساختم بسازم حتما بهم بگین براتون درست کنم و آموزش کاملش براتون بذارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.